چگونه می توانیم پسر حمل بگیریم؟ به چینل سلامتی از شبکه محیط یوتیوبرز خوش آمدید. برای دیدن ویدیوهای ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب، صفحه فیسبوک ما را لایک و دکمه نوتیفیکیشن را هم فشار دهید. اول چند روز قبل از عادت ماهوار فرزند پسر می شود. هرچی زمان مقاربت به زمان تخمک گذاری زن نزدیکتر باشد، احتمال داشتن فرزند پسر بالاتر می رود. بنابراین سعی کنید 6 تا 7 روز پس از پایان عادت ماهوار و کمک کیت تخمک گذاری زمان دقیق تخمک گذاری خود را به دست آورید تا برای ماه بعد بتوانید اقدام کنید. به گونه معمول در زمان تخمک گذاری حرارت بدن زن بالا می رود و چانسی بیشتر برای فرزند پسر است. دوم، رژیم غذایی زنان برای پسر باردار شدن. با توجه به اینکه اسپرماهای حاوی کروموزوم‌های جنسی XY یعنی عامل ایجاد جنین پسر عمر کوتاه‌تری نسبت به اسپرماهای حاوی کروموزوم‌های XX یعنی عامل ایجاد جنین دختر دارند، توصیه می شود که با خوردن غذاهای حاوی سدیم و پتاسیم 2 یا 3 ماه قبل از بارداری می توان اسپرماهای XY را به مدت بیشتر در رحم زن نگه داشت تا با تخمک القا پیدا کند. مواد غذایی مانند حبوبات یعنی نخود، لوبیا، عدس و غیره، میوه‌های خشک، کیله، سیب و بادام‌های پتاسیمی بالایی هستند که میتوان از آن استفاده کرد. سوم، روش نزدیکی پسر باردار شدن. روش نزدیکی در بارداری پسر تاثیر دارد. اسپرم مردانه در محیط اسیدی واژن خانم‌ها زنده نمی‌ماند، پس برای جنین پسر باید نفوذ عمیق‌تری را برای اسپرم‌ها داشته باشید. نفوذ عمیق باعث می شود اسپرم‌ها به تخمک نزدیکتر شوند و در زمان کمتر به آنها برسند. هرچی زمانی رسیدن به تخمک کمتر باشد، امکان زنده ماندن اسپرم پسر و در نتیجه پسر باردار شدن افزایش می یابد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب، صفحه فیسبوک ما را لایک و دکمه نوتیفیکیشن را هم فشار دهید.